های را در جای شما یعنی در غیلان چطور آماده می‌سازند و این شیرچای از شیرچای‌های در دیگر جای‌ها آماده می‌سازند چی تفاوت دارد؟ شیرچای در بابت شیرچای، البته شیرچای در تمام موضع‌های کوهستان و حتی در قسمت‌های وادی در عموما مردم که در آنجا مال هست، مخصوصا گاوها هست، آماده کردن شیرچای رسم شده است. شیرچای به مردم پامر نسبت میدهند که البته در آنها هم هست. من شیرچای پامر، شیرچای چایخانه سعادت و راحت، اگر دانید سحری در چایخانه سعادت شیرچای میکردن. بعد سحری این در دوشنبه وقتی ما تحصیل میکردیم سحری دویده در آنجا یک کاسه شیرچای خورده بعد بکتم میرفتیم، نزدیک بود. از همین رو من تمام شیرچای های خوردم، لیکن مثل شیرچای غیلان ندیدم. در ما دیگر خیلی تیار میکنن. مخصوصا ما یک علفی داریم نامش علف شیرچای و اون شیرکهک و دیگر چیز میکنن. اون علف شیرچای داریم، برگک های میده میده پهن دارد، مثل برگ گل گیرن لیکن خردتر و ریشه دارد. اگر ریشه همون شیرچای ما کافته گرفته در آب جوشانیم، حاضر خانمم بیاد همون علف هم آورده ریشه های نشان میدیم به شما. من راستگه به آشخانه سر کار ندارم. همون من وظیفه ما تیار کردن، میکنیم از زمین ریشه های ویا گرفته میبیاریم، انا برگش هم میبیاریم، بعد زنها ویا تازه کرده میشوین، در سایه خشک میکنن. ما شیرچای در نیم لیتر آب گرفته همون علف شیرچای می اندازیم، بعد می جوشانن. وقتی که جوشاندن همون مزه همون ریشه با آب می براید، مزه شیر می دهد، فقط رنگش سرخ قهوه رنگ میشه و یا هم تو استعمال کنیدم خودی گویا شیر خوردید. لیکن در نیم لیتر آب اون علفه جوشانده همه خیلی مزهش می براریم، و 1.5 لیتر دیگر شیر ارلش کرده یک جای می جوشانیم، کمک نمک می اندازم. شیرچای بی نمک نمی شود، شیرچای بی عسل نمی شود، شیرچای بی روغن زرد یا قیماق نمی شود. بعد در کاسه ها کشیده که آوردن، بعد من روغن زرد 1 قاشقچه می اندازید، من عسل جای داری 1 قاشقچه عسل، 1 قاشقچه روغن زرد یا که قیماق می اندازید و استعمال میکنید. یعنی اونجا در علف شیرچای دارد، خودش شیرچای هست، کمک نمک هست موافقتب و یک چیز دیگر. من همین 4 مغزه زنها میکوبن، خاکه میکنن. وقتی شیرچای دماندن از همین 4 مغزم 1 قاشقچه 2 قاشقچه ارلش کنید، وقتی دماندن با خوشمزه میشه. عموما همش در دست کدبانو است این چیزها. واقعا وقتی که من این چیزا گفتم گپ درباره شیرچای آمد، با یک چیز دیگه در ما رست بود، چای قیماقین. صاحب دارن یک مصرع، شهر در چای قیماقی روان گرمی کنی نان را. چای قیماقی خیلی میشود. من چای گرفته یک پیاله های کلان نیم پیاله میگوییم، از کاسه خورده از پیاله کلان، در نیم پیاله چای میریزن، نبات 2 لنده 3 لنده نبات مقداری گوییم 50 گرم می اندازید، 2 قاشق دیگه قیماق می اندازید، بعد چایتانی که انداختید و چای قیماقی میشن و هم یک خوشمزه مخصوص میدهد. بعضی ها عادت کردن. بعد موسفیدای ما میگفتن که اینا پادشاه ها سحری چای قیماقی میخوردن. گفتن کجا؟ میگفتن در زمان قحطی که ما این نبات از کجا یابیم، قیماق از کجا یابیم، 4 ریشه رستنختی کلا شدیم. میگفتن بابای قربان چوبک، انا بابای جمعه میگفتن، بابای جمعه اونا خیلی وقتی من کودک بودم وفات کردن. بابای سلطان کوچر میگفتن، نقلای همونا که میگفتن چای کجا؟ من چای خشک. بعد بعضی چای های خشکی ما
این قطی های تنوکگی بودن. بعد من میگفتم که این اون زمان قطی ها کاغذینی تنوکگی این خیلی بزرگ بود است که گفتن کجا این ما قطیشه. نوبت می استادیم که رئیس و امین دیه خورده شود چایش که قطیش ما گیریم و استفاده بریم. اونا کوهنه دوزم بودن، برای سوزن و رشته و موم اونجا گذاشتن. ما این چایای همه دیدن بود و خوردن نمیگفتن. ما منه اساسا هلول نسترنه برگشه بابش گرفته. انا باز دیگر برگ های رستنی های گرفته، جیده، جیلان جیده اساسا جیده خودش. بعد یکی دیگر رستنی داشتیم نامش فراموش کردم که حاضر منم دارم. من چای ما علاوه میکنیم. من روی این بینید چای نیست، این همه مغز چهار مغز و علف های خرخیله است. این نامش فراموش کردم. حاضر خیر رفت از یادم. برگای میده دارد. چی بود؟ خیر نیستن. ما همه رستنی ها میگفتن که ما تماما چای نمیخوردیم. قیمت بود در زمانهای پیش. میگم چای از کجاها؟ از اساسا از خطای می آمد است. ما هم برگای رستنی بجای چای استفاده میبردیم، برگای گوناگونو. این بغیر نسترن چی بود؟ رفت. من بیارم کشید.